کی؟ علا؟ آقا زود باش فقط. چی شده؟ علا رگیشو زده، بیا بگرد. بابا نمیخواد. علا با تو هم علا جونه آین گن زده شد به کیک بربری بیاریم باهاش بخوریم بریم بیرون. بیا اینجا ببینم چیه؟ هیچی آقا. انفرادی. برای چی میزنی؟ واسه که این دفعه پارتی رو انداختی ما هم دعوت کنیم. خواستیم قبل اینکه بزرگسالا یه حالی بهش بدیم. پس این انقدر سر حالن تو بهش حال میدی؟ ولش کن بابا ولش کن 48 انفرادی. نمیرم. نمیری؟ گوه میخوری نمیری کار بخره بابا. خفه شو. خفه شو. اندازش انفرادی بینم. خیلی خوب. اندازش انفرادی. برو. بیا. یه میخوره. من پاما اینجا بذارم بیرون دهن اینو سرویس میکنه. تو غلط کردی. حرف زور میزنه. مثل اینکه حالیت نیست امروز چیکار کردی؟ چیکار کردیم؟ یه جشن گرفتیم. جرمه؟ تو چیکاری یاد این بیچاره بیاری امروز 18 سالشه نشده؟ رفیقمه. این رفاقته؟ خواستم خوشحالش کنم. پس چرا خوشحال نشدی؟ من چه من میدونم. چون امروز 18 سالش شده. یعنی وقت اعدام بشه. فهمیدی حالا؟ ببرش. برو بالا.
نبازی خودتو. من ته دلم روشنه یارو بالاخره رضایت میده. فقط حواستو جمع کن، بزرگسالا با اینجا فرق داره. اونجا هم با هیچکی قاطی نمیشی، کاری به کار کسی هم نداری، سرت تو لاک خودت. گرفتی؟ باشه. آزاد شدی دست خالی اومدی اینجا، یه هفته انداختمت انفرادی. زود میری امروز؟ میرم سراغ شاکی این پسره. خسته نشدی تو؟ آره آخره. شاید فرجی شد. خودت سبک میکنی. این بابا کوتاه‌بیا نیست. رفتنش که ضرر نداره. 2 سال پیش یادت چی بهت گفتم؟ بهت گفتم این بابا رو 10 سال دیگه هم بریم پیشش بیایم، التماس کنیم، روزه بخونیم. آخرش میگه قصاص. به حرف من رسیدی؟ جای اکبر هر کی دیگه بود ول میکردم، اما این بچه حقش اعدام نیست. 2 تا 4 تا آدم کشتی باید اعدام شی. حق یعنی این. بقیه‌اش هم دیگه حرف مفت. داری میری هم دست خالی نرو، سر را یه چیزی بگیر. الان خودش زده داره میمیره. کجا سلام؟ کجا تو دستویا؟ دارم میام. بزن بینم. یالا بانوی کیش دری بزن. درست بگی دسته. بزن دیگه، گوسفند تا نیمده. بزن نترس. بزن دیگه. به قبر بابات مادر سر. یه خورده زود رسیدم نه؟ جیغونه تو با این جرأت چجوری باباتو کشتی؟ این همه رو کشته. بخورمه. برو بابا. خواهی خودتو بزن که چی بشه؟ ببرمت بیمارستان، از اون برم در بری. ما هم بعد چند سال سر و کله زدن با لاتولوتای مثل تو انقدر حالوییم که نفهمیم چی تو کلته. من میخوام اینجا برم بیرون. بیرون چه خبره؟ زن و بچه‌ت منتظرتن؟ ننه بابات منتظرتن؟ کار دارم. کار جدید پیدا کردی یا باز همون کثافتکاری و دزدی؟ من اینجا فرار میکنم. یا علی برو دیگه. واسه اکبر میخوام برم. بری چیکار کنی؟ رضایت شاکیشو بگیرم. نه بابا، من میگیرم. من تو این دنیا کاری نبوده بخوام بکنم نتونم. دستت در نکنی. میری گند میزنی، همین چی رو خرابتر میکنی. خرابتر مثلا چیکار میکنن؟ دوباره ادامش میکنن؟ این کار وظیفه تو نیست. وظیفه کیه؟ شما؟ چرا 2 سال نگرفتیم براش؟ اگه میشد که میگرفتیم. اولاغ من میگیرم. 24 ساعته زیگه طرف میشم تا رضایت بده. اگه نگرفتم نامردم. حبست تموم شد، برو بگیر. اعدامش کردن تا اون موقع. الان مات برم. دست منه مگه؟ یا برو تو بند، یه بار دیگه هم از این بازی‌ها در بیاری، جات انفرادیه. یالا. چقدر از حبست مونده؟ 28 روز. 4 تا خوش رفتاری تو پروندت بود، میشد یه کاری کرد. ولی همش یا دعوا یا خودزنی. پرونده ما سیاست. مال اکبر که پر خوش رفتاریه. خاطر اون. دستو بنداز. آقا ما مرتضی علی اینجا بریم بیرون رضایت بگیریم. خودم برمیگردم. به جای 28 تو 2 ماه میمونم. واسه اینکه اولین خوش رفتاری بره تو پروندت، میری اون کاتر رو ور میداری میاری پیش من. نوکرتم آقا. شو. آدم شدی؟ صبح نمازمون رو خوندیم آقا. چند رکعت؟ چند رکعت؟ خوندیم جمع روزایی که نخونده بودیم. قبلش هم رفته بودی؟ این عکس‌ها رو دیدی؟ خاک بر سر.
بریم آقا. حله؟ بقیه‌اش هم فردا میری. آقا مرتضی علی بقیه نداره. آدمی که نماز میخونه دروغ نمیگه. بقیه داره. چشم آقا بیاری. به سلامت. پروندهشو بیار ببینیم میشه کاری کرد براش. یه 4-5 تا برگ خوش رفتاری هم بذار لای پروندهش. ول کن بابا، حوصله داری. سر تا تاش 20 روز مونده از حبسش. این اگه قرار بود درست شه تو این چند سالی که هی اومد و رفت درست میشد. تازه این 20 و چند روزم مال اضافه حبسشه. جریمه هاشه. مددجو علا پورصالحی. علا پورصالحی. وسایلتو جمع کن بیا دفتر. پورصالحی دفتر. اون پنجره آبی رو میبینی؟ خونه خواهر اکبره. میری با خواهرش صحبت میکنی، باهاش قرار میذاری، با هم برید خونه پیرمرده. تنهایی بری خرابکاری میکنی. اونجا هم رفتی حواست باشه چرت و پرت نگی، دعوا راه نندازی، با زبون خوش. یادشون. با کی کار داری؟ ها؟ کیو میخوای؟ چی کار داری؟ میگم در این خونه با کی کار داری گردن کلفتی میکنی؟ با خواهر رفیقم. اکبر؟ خواهرش اینجاست؟ نه. کی میاد؟ حساب کتاب نداره. کارتو بگو بهش بگم. باید به خودش بگم. خودش نیست. یه نوشابه بده. خنک باشه. میخوری؟ نخور بچه نخور. بده من. یخته ناخوشی نه؟ برو از خود شهر درست نکن. برو. اینجا زیر آفتاب چی میخوای در میزنی؟ صدا نکن برو تو خونه. مرض داری دیگه اینو دم بمیاری. آره مرض دارم. آخرش تو میکشی اینو. تو خواهر اکبری؟ برو رد کاره. چی میخوای اینجا؟ من پیش اکبر اومدم تو قانون. مگه با تو نیستم میگم. چه ربطی داره؟ سر واسه اینجا هر کی داره چه بابا در میاد؟ کس و کار نداره که بگم سر کس و کارته. گل بگیره دهن تو. شوهرته؟ ولش کن. از اکبر چه خبر؟ حالش خوبه؟ آره. فقط میترسه. چرا؟ وقت اعدامشه. مامان آروم شو یه دقیقه ببینم چه خاکی به سرم شده. کی میخوان اعدامش کنه؟ چیز زیادی دیگه نمونده. خیلی التماس کرد هر جور شده واسه شجاعت شاکیشو بگیری. نمیده. به خدا 1000 بار تا حالا رفتم تو این 2 سال. گریه کردم، التماس کردم، قسمش دادم. دفعه آخر دیگه اومدم دستشو ماچ کنم. با مفت زد تو سرم.
الان یه ماه من سردرد دارم دیگه روم نمیشه به من ملاقات اکبر. چقدر آخه دروغ بگم بهش. غیرتون کسی نداره اکبر؟ کیو داره؟ ما اگه بزرگتر داشتیم وضعمون این نبود. منم که بمیرم الهی. بود و نبودم فرقی نمیکنه براش. یعنی هیچ کاری نمیخوای براش بکنی؟ چی کار کنم؟ چقدر این بچه رو بکشم به دوشم هی برم در خونه‌شون فحش بخورم کتک بخورم. شاید پول میخواد یارو. نمیخواد. به خودم از کجا بیارم بدم؟ آقا بیا برو دنبال کار و زندگی. دیگه نیا این برا. ول کنید اینو. به اون قرآن ساقم بگو اون وقتی که تا بود از دلیل میخوای کارو جانم میکردی. به این اکبر چقدر خوب بود که بریم جلو. وایسا ببینم. چی گرفتی از اون عملیه؟ بله. ببخشید خانم شما اینو میشناسین؟ فامیله. میشه لیوانم خوردم بیارین؟ سکشه بده بذار بره. چیزی شده جناب؟ نه چیزی نیست. مشابه بکنم. خنک پروازی بران در نمیاری ها. بیا خنک. خدا نکنه دست خوردی کنی. ما اینجا فرمون تو کار خودمونه. 2 تا کاسه. ما میدونیم تو کاسه. فرمون. تو این محله غریبه میاد یعنی اومده جنس بخره. بیا تو دست و صورتتو بشور. نه فقط یه لیوان آب بده بخور. اکبر کدوم زندانه؟ بخوای میپرسم برات. نه فقط اگه رفتی ملاقاتش نگو منو دیدی. من رضایت نگیرم نمیرم پیشش. میخوای بری سراغ شاکیش؟ آره. داری مگه آدرس خونه‌شو؟ آدرسش از قانون میگیری. خاصی بری بیا با هم بریم. کی بیام؟ روزا تا ظهر تو خونه‌ام بعدش میرم سر کار. تو هم اومدی رو اون خط فقط وایسا من از اتاقم میبینمت. باشه. شوهرت پاکتنامه میفروشه؟ نه. خداحافظ. کیه؟ بیا کلید. زود داری میری. کار دارم. یه پاکت نامه بده. بقیه‌شم قرص سردرد بده. تو بالاخره یه دکترم نرفتی ها. ببخشید دیر شد. خدا ببخش. اینو بده من میارم. تخت سیاه اومده.
اینو بگیرش. اینم بگیر. اگه سر صدا کرد همین جای خود راش ببر، آروم میشه. اینم بده به من. یعنی من نیام تو؟ این دفعه رو بذار من برم. سلام. شوهرت هستش؟ نه رفته بیرون. تو رو فاطمه زهرا، میدونی تو این گرما با این بچه از کجا راه افتادم اومدم؟ بازم میخوای بد و بیرا بشنوی؟ بست نیست. بذار بگه اگه خالی میشه. داغ دیده، حق داره. تو رو قرآن بذار بیار. صبر کن ببینم چیکار کنم. چرا دلخوری؟ من برای چی اومدم اینجا؟ برای بچه داری؟ شما خینه نمیشناسی. 2 نفر باشیم دور برمیداره. باز من زنم، تنهام، یه خورده مراعات میکنه. اگه حال روزش خوب بود صدات میکنه. من چیکار کنم؟ گراش نده. تو بذار بیام تو. بگو به زور اومد. شماها میایین و میرین 2 روز اوقات تلخش واسه منه. دورت بگردم الهی. به خدا دیگه نمیام. مریض... همین امروز ان شاءالله رضایت میده. من میرم گورمو گم میکنم. مریض تو اتاقشه. تو رو خدا وای میسم تا مریضش بره. ببین امروز اصلا حالش خوب نیست. سر خاک بوده ها. بمیرم الهی. بذار من بیام تو. الان 2 دقیقه. الان من میرم. بس بگو من فرستادم. نه خیالت راحت باشه. Əllərin ağrım olsun, sağ olasın. Allah dedəm, nənəm rəhmət eləsin. Ömrün tulağını olsun inşallah. جمع کنید وگرنه میندازمش بیرون. قرآن روشه. قرآنم میندازی بیرون. بذار 2 کلمه حرف بزنم. من کار دارم میخوام برم. آقا ابوالقاسم اینو جمع کن بعد حرف بزن. آقا ابوالقاسم اکبر 18 سالش شده. بردنش برای اعدام. دیگه اون اکبری که 2 سال پیش تو دادگاه دیدینش نیست. پیر شده، یه جنازه است، شده پوست و استخون از بس عذاب کشیده. به خدا اندازه 100 تا اعدام جون کنده تو این 2 سال. روش میشد میگفتم بیاد ببینیدش، خودتون گذشت میکردی. آقا ابوالقاسم دیگه وقتی نمونده. رضایت ندین میکشنش. تموم شد. من تو این دنیا غیر از اون هیچکی رو ندارم. همه امیدم اینه 5 سال دیگه 10 سال دیگه اون بیاد بیرون بشه سایه بالا سرم. خودتو خسته نکن. من از خون دخترم نمیگذرم. به خدا اگه روح ملی هم راضی باشه اکبر قسم اسم دختر منو نیار. کی اینو باز راه داد اینجا؟ شما مال این خونه ای؟ این بچه گشنه شده، ننش یه چیرش بده. شیری که اون الان به بچه بده مریضش میکنه. ای بابا من چیکار کنم؟ بیا بدش من. دست بود بلند کرد؟
واسه چی دروغ میگی؟ خودم پرتت کرد بیرون. میخوای چیکار کنی؟ گم کنه دست رو دنبالم میکنه. اگه مردی بیا بیرون. بیا بیرون ببینم مالا. ساکت باش ببینم. بیا برو عقب. مگه نمیگم بیا برو عقب. بچم کو؟ اینه دنش بهت. تو خواب میبینه تمام حیوانای جنگل براش جشن گرفتن. آهو خیلی خوشحال میشه. ما باید ببرمش. خب قصه ما به سر رسید، کلاغه به خونش نرسید. بیا پاکت میخواستی؟ میخوای واسه دوست دخترت نامه بنویسی؟ تلفن نداره مگه؟ دوست دختری که تلفن نداره یه شاینه میارزه، مخصوصا واسه کسی که تو زندانه. من اگه گفتم نیای تو چون میدونستم تهش اینجوری میشه. من واسه اکبر حاضرم هر کاری بکنم، خودمو خوار و ذلیل کنم، فحش بخورم، التماس کنم، دروغ بگم، ولی دلم نمیخواد کسی خاریمو ببینه. آقا جلوی بیمارستان نگهدار. دو نفره. نه آقا یه نفر. دو نفر حساب کنید. ببین حواست باشه، انگار نه انگار من میدونم برای چی اومدی. بفهمه من میدونستم روزگارم رو سیاه میکنه. و چرا نمیاد؟ داره وضو میگیره، الان میاد. کیه؟ نمیدونم، فکر کنم مریضه. سلام علیکم آقا. حال شما خوبه؟ سلام بابا. بشین. ببخشید حاج آقا، من بعد موقع اومدم. میخواید شما نمازتون رو به جا بیاری؟ انشالله بعدا من مزاحمتون میشم. نماز میرم چه؟ بشین. بیا جلوتر. چت هست؟ ها؟ مریضیت چیه بابا؟ هیچی. پس واسه چی اومدی اینجا؟ یه نامه آوردم براتون. از کجا؟ مال یه نفر گفته حتما بهتون بدم. کی؟ بخونید میشناسیدش. سواد دارید یا بخونم براتون؟ بخون. بسم الله الرحمن الرحیم.
آقای ابوالقاسم رحمتی سلام. حالا که این نامه را برای شما می نویسم 18 ساله شدم و تا چند وقت دیگر مرا اعدام خواهند کرد. میدانم شنیدن این حرفها برایتان سخت است، اما من نمیخواستم گوشه جگرگوشه شما را بکشم. میخواستم هم او را بکشم و هم خودم را بکشم. اصلا اول قرار بود خودم را بکشم. ملیحه گفت اگر تو خودت را بکشی من هم خودم را میکشم. شما او را خیلی دوست داشتید. این را چند بار خود ملیحه هم به من گفته بود. اما میخواهم بدانید هیچ کس در دنیا به اندازه من ملیحه را دوست نداشت. او هم بعد از شما هیچ کس را به اندازه من دوست نداشت. من نمیخواهم با این نامه از شما بخواهم که رضایت بدهید تا مرا اعدام نکنند و دلم میخواست همون 2 سال قبل اعدامم کنند و اما حق من اعدام نیست. همه تقصیرها به گردن من نیست. شما خودتان یادتان هست یک بار جلوی ملیحه مرا کتک زدید. لذتی که در انتقام هست در گذشته است، در انتقام نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قبول بشه. ان الله و ملائکته قبول بشه حاج آقا. یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. قبول باش. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حاجی هم اینجوری که نماز بخونی یه گوشتم با من باشه. حاجی من میفهمم تو داغ دیدی، دلت پره، خیال میکنی اعدامش کنن راحت میشی. خدا اگه راحت شی، قرآن اگه چیزی عوض شی، بکشنش اولین نفری که حالش گرفته میشه خودت تویی. تو این خدایی که جلوش وایسیدی نماز میخونی قبول داری؟ حوالش کن به اون. اگه حقش نمیره یا الله بفرمایید. اون خودش حق و نحق بهتر از من و تو میفهمه. یه جوری دخلشو میاره از 100 تا اعدام بدتر. چه میدونم باشه بذاره از زندون بیرون یه ماشین زیرش میگیره. واسه خدا کاری داره؟ جوابشو میده. اگرم حرف ما رو قبول نداری یعنی این که به خدا شکر. تازه حاجی یه فرقی هست. دخترتو نمیدونسته قراره بمیره. تو یه دقیقه همه چی تموم شده. اما این رفیق ما میدونه میخواد بمیره. 2 ساله میدونه. وقتی بکشنش بالای دار شبی 100 بار بدبخت بود بمیره و زنده بشه. خدا وکیلی این مردن با اون مردن یکیه. خودت انصاف بده. وایسا حاجی. وایسا میخوام با حرف بزنم. ببین حاجی من اگه داداشم آدم کشته بود عمرن کار زندگیمو ول نمی‌کردم بیفتم دنبال شاکیش رضایت بگیرم. ولی این اکبر حقش اعدام نیست. واسه خاطر اینم تا ازت رضایت نگیرم ولکنت نیستم. شب و روز دنبالت. حالا خودت میدونی دیگه. خیلی خوب فعلا برو تا من امشب فکرامو بکنم. نوکرتم حاجی جون. کجا ول کرد رفت این دار؟
لا 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 لا. سلام. سلام. ابوالقاسم نیسته. نمیخوام بیام تو. بفرمایید. واسه چی هی پولاتو خرج می‌کنی دختر؟ ما هر کاری واسه شما بکنیم کم کردیم. اینا که قابل نیست. خدا رو شکر انگار آقا ابوالقاسمی کمی نرم شده. کی گفته؟ خودش دیشب به من گفت. صبحی که کفش کلا کرد رفت دادگاه. رفت رضایت بده؟ چیزی به شما نگفت؟ والا حرف اول آخرش قصاصه. دیشب کوتاه آمده بود، نه فوش داد نه کتککاری کرد. حق هرچی من گفتم گوش داد. اصلا بی خود که رفته دادگاه، مگه من بچه‌م بازیم بده؟ من دیگه خسته شدم. هر کاری دلتون می‌خواد بکنید. بیا خودشو ببینید. غلط کردن. یه شکایت ازشون بنویس، میگیرن باباشونو در میارن. اینا تا وقتی امید به رضایت گرفتن دارم ولکنه من نیستم. خب حالا اومدی رضایت بدی؟ چجوری رضایت بدم؟ بچه‌مو کشتم. پس واسه چی اومدی؟ اومدم ببینم کاغذی فرمی چیزی هست زودتر پر کنم تا اونم امیدشون قطع شه که من رضایت بده نیستم. 2 سال صبر کردی، یه خورده دیگه هم صبر کن، اعدامش میکنم. همونمو بریدن از بس میرانونی. خب پدر جان، همونقدر که تو دخترتو دوست داشتی اونا هم پسرشون رو دوست دارن. حقشون هر کاری که میتونن بکنن که بچه‌شون اعدام نشه. چی کار باید بکنم تا اینا بفهمن من رضایت بده نیستم؟ فقط اگه میخوای قصاصش عقب نیفته از الان فکر دیگه باش. گفته بودم که وضعم خوب نیست. بالاخره ما با تفاوت دیگه زن و مرد که باید بپردازی. دختر منو کشته، باید پولم بدم تا قصاص شه؟ مقتول زن، قاتل مرد. دیگه مقتول نصف دیگه قاتله. قبلا هم اینو بهت گفتم. قیمت خون دختر معصوم من نصف اون پسر الاته. طبق قانون دیگه زن مسلمان نصف دیگه مرد مسلمانه. میخوام بدونم تو مسلمون هستی یا نه؟ چرا نیستم؟ همون خدا پیغمبری که شما قبول دارید. والا منم قبول دارم. این قانون این شهر اسلامه. شهر گفته هر کیو عزیزشو کشتن چند میلیون ازش پول بگیرید بعد قاتلشو بکشید. یا شما میگید این پول که قرار نیست تو جیب من بره یا تو جیب نظام بره، میره دست خانواده قاتل. حکمت شم الان وقت نیست برات بگم. حاج آقا پول زور حکمت داره؟ همون دینی که تو قبول داری اکراه داره وقتی یه نفسی کشته میشه به خاطر اون یه نفس دیگه از بین بره. موانعی رو سر راه شما قرار میده شاید از قتل یه مخلوق دیگه بگذرید. من نمیگذرم. انشالله میگذرید، ثوابش بیشتره. تو این دنیا چیزی که ما بدبختا زیاد داریم ثواب حاج آقا. پس فکر دیگه باش. سلامت چی میخوای از آقا تو فامیلشی؟ نه رفیقشم، رفیق اکبر. اینا کسی رو دارن پول بده براش؟ پول چی؟ واسه رضایت. که گفتی شوهرت رضایت نمیده. حالا اگه راضیش کردم کسی رو دارن پول بده؟ چقدر؟ اونقدر که خرج دوا درمون دخترم بکنم. این شوهری که تو داری پولم جور بشه رضایت بده نیست. این فقط حرف یکی رو میخونه. میرم پیش اون مجبورش میکنه به خاطر دوا درمون دخترمونم شده رضایت بده. کی؟ پیش نماز مسجدمون. خودت باز جلوش وایسی. مادر من اونی که باید گذشت کنه تویی. یه مادر خیلی بیشتر از یه پدر حق داره. بگو بچه منم بوده، اصلا میخوام گذشت کنم. ملیه بچه من نبود. رفیق تو تنها یادگار زن خدا بیامرزش ازش گرفت. حق داره گذشت کنه. فقط تو رو خدا نفهمه من با تو حرف زدم. اینا اگه پولشون جور شد خبرشو بهم بدن. نهار که نخوردی؟ خوردم با نوشابه. پس بیا بخور جای شام امشبت که مطمئنم نمیخوری. از کجا مطمئنی؟ تو شبا کجا میمونی؟
اینه مامانم میاد تو نیاورون. بیمزه. که کار تموم میشه؟ چطور مگه؟ بسا بریم واسه رضایت. زنش میگفت اگه بتونه پول جور کنید مجبورش بیان رضایت بده. به همون مامانتینا تو نیاورون بگو چند میلیون قرض به من بدن. اگه همه پول رو یه دفعه نخوام میشه خود جور کرد. خود یعنی چی؟ یعنی جور میکنیم. تو واسه چی کنون بودی؟ سرقت. کی بیام دنباله؟ امشب که اینجام. فردا دیگه. سیر شدی؟ نه والا. قبول باش. التماس تو آخر. یا الله ببند. بله حاج آقا. استخارت برات گرفتم. استخاره؟ زنت اومد گفت یه سلام مشورتی با خدا برات بکنم. برای چی؟ برای همون گرفتاری که داری دیگه. بیا بشین. زن من سر خود اومده پیش شما حاج آقا. من استخاره نمیخوام. بالاخره بشر وقتی سر دو راهی مونه با یکی مشورت میکنه. چه مشورتی بهتر از مشورت با خدا؟ من بین دوتا راه نموندم. بشین حالا. بیا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انه من عمل منکم سوءا بجهالته ثم تاب من بعده اصلح فانه غفور رحیم. هر کس از شما کار زشتی به نادانی کرد و باز بعد از آن توبه کند و اصلاح نماید، البته خدا بخشنده و مهربان است. این آیه مبارکه که برات اومده صریحا نمیگه چیکار باید بکنی، اما دلالتش بیشتر بر رحمانیت و گذشته. حاج آقا من یه سوال دارم. مگه همین قرآن به من حق قصاص نداده؟ مگه نمیگه ثواب داره قاتل قصاص شه؟ مگه به من ظلم نشده؟ پس چرا هی سنگ میندازه جلو پام؟ والا یه جوری شده انگار من ظلم کردم، من ظالمم. به پیغمبر هیچ قد من مظلوم نیست. تو آقا تقی چیزی نگو که نماز روزایی عمرت به هدر بره. من نمیگذرم. رضای خدا در اینه که بگذره. پس نعوذ بالله خدا عادل نیست. کفر نگو. کفر نمیگم، ولی من از دست خدام دلم پره. ما اهالی محله شمس‌آباد کسبه جماعت مسجد محل کارگران کارخانه ریزندگی بافندگی شهادت می‌دهیم آقای ابوالقاسم رحمتی فرزند کریم ولی دم و صاحب حق قصاص کارگری اخراج شده مریض احوال و بی‌بضاعت بوده و بنیه پرداخت دیه قصاص را ندارد و درخواست می‌کنیم برای رسیدن او به حقش این مبلغ از بیت المال پرداخت شود و حکم قصاص قاتل اجرا شود. دیروز بردمش دکتر، آزمایش و عکساشو دید، گفت میشه عملش کرد. اون کارگر اخراجیشو خط بزن.
میگفت اگه سن و سالش بالاتر بره عملش سخت‌تر میشه. الانش هم دیر شده. من میخوام عمل کنم. چقدر پول میخواد؟ چند تا عمله؟ میگفت 3-4 تومن. کمترم میشه. ریز پاک نویس کن جا امضا زیاد داشته باشه. تو گوش کن من چی میگم. من اگه 3-4 تومن پول داشتم میدادم قسطاس خونه دخترمو میگرفتم. ما پول نمیدیم. به جای اینکه پسره رو اعدامش کنن خرج عمل اینو ازشون بگیر. پاک نویسش کن. ببینمت. یه شوهر تو نبود کلشی میکردم زیر چرخ قطار. کار بدی کردم زدمش؟ نه پس کار خوبی کردی. اگه کاری بدی کردم پس چرا طرف منو گرفتی؟ چون رفیق داداشمی. اونم شوهرت. دفعه بعد طرف اونو میگیرم. چه ظلم‌ها در حق پیغمبر خدا شد، چه مصیبت‌ها سر امیرالمومنین آوردن، ولی گذشت کرد. اصلا اولین آیه قرآن چیست؟ میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی به نام خداوند بخشنده و مهربان. دین ما دین حق است. چرا نمیگه به نام خداوند جبار؟ میگه خداوند رحمان. خب این خودش یه حکمتی داره. این قرآن رو بخونید چقدر آیه درباره رحمانیت و گذشته. علا ای حال بشر اشرف مخلوقاته و بشر چون مخلوق خداونده با ارزشه. هرچه در حق او مهربانی و خدمت بکنیم در حق خدا کردیم. یه صلوات عنایت بفرمایید. حالا من گربه میشم موش میخورم من، حالا من گربه میشم موش میخورم من، حالا من گربه میشم موش میخورم من، حالا من گربه میشم، حالا من موش میخورم من. سلام. ببخشید حاج آقا چی شد؟ خواهرم از اولش عرض کردم اگه عجله دارین کاری از دست من بر نمیاد. چشم هر جا خودتون سلام میدونید.
هر ساعت و ایشون هم باید حق داد. پیش خودش احساس میکنه اگه رضایت بده سر خون و بچهش معامله کرده. علیکم السلام. یعنی راضی نمیشه؟ راضی کردنش کاری یه روز دو روز نیست، وقت میخواد. آقا دیگه وقتی نمونده، دارن داشت اینو اعدام میکنن. شما اون مبلغ دیگه رو هر چی زودتر فراهم کنی، منم راضیش میکنم. تو رو قرآن. من راضیش میکنم. خدا حافظ شما. اسمت چیه مشتی؟ بگو اسم خودت چیه؟ علا. بگو بهت نمیاد. چی بهم نمیاد؟ بهش بگو مامانت اینا تونیاورون اونا چی صدات میکنن؟ همه میگن علا، اونا میگن انده. بهش بگو جدی باش با من. ازش بپرس خونتون کجاست. شهر زیبا. بابا چند سالته؟ من تو کوچیک‌ترم. 3-4 سال. تو چند سالته؟ بگو من 1 سالمه. خودتو میگم. فرق میکنه مگه؟ نه ولی هم بزرگتری. من دفعه اول دیدمت میدونی چی فکر کردم؟ فکر کردم 22 سالته. الان چی؟ الان فکر کنم 32 سالته. نمیخوام به خدا زیادم. خوبه با ناز نکن. چیه؟ هیچی. یه نخور دارم. نه. چرا؟ از زنایی که سیگار میکشن بدم میاد. ولی من خوشم میاد. چقدر چطورش؟ قابل نداره 300. خدا بری. وایسا. میرسونم. میرم خدا.
فردا میای؟ کی بیام؟ زودتر بیا. صبح. چیه؟ تو دیروز توی بیمارستان چرا پرسیدی منو واسه چی بردن کانون؟ همینجوری به خدا. به خاطر جور کردن پول دیگه اکبر پرسیدی. اون پول خودم باید جور کنم. من میتونم جور کنم. تو از زنه که سیگار میکشن بدت میاد، من از مردایی که دزدن. دستشون کجه، یه پاشون تو زندون، یه پاشون بیرون. نرفتی هنوز سر کار؟ خسته بودم. بگیر. نمیکشم بیرون. باز اینا اومدن. فیروزه بیا اینو بگی ببر تو خونه. با تو هم میان میگیرن میبرن. اما سلام جناب. جناب به قرآن من اینجا کاسبم. جمع کن میرم بیاره. جمع کنی. آخه کجا داریم منو میبری؟ دستمو ول کن. به خدا به پیر به پیغمبر من 3 سال اینجا. بنده خدا بخواد دست زن و بچه‌شو بگیره بیاد تهرون. پولش حلاله، برکت داره. پولش نقده؟ اونقدی نقد هستش که کار شما رو راه بندازه. من ضامنش میشم. آشناست. باقیش هم خود میاره میده. من میشناسمش. واسه خودت هم یه جا دیدم. اجارهش سبکه، پسش برمیاد. ساختمون که نداره، باید رو زمینش قیمت گذاشت. بشینی پای قالومه. بسم الله. بفرم. گازم داره؟ لوله کشی شده، امرو فردا بس میشه. بفرم. یالا. چی شد آج خانوم؟ برو سراغ پیشنواز مسجدمون، بگو ابوالقاسم داره خونه رو میفروشه. ولیش دار بیار. بدو قربونت برم. من عرض کردم اگه قسمت باشه گذشت میکنه. بچه که نیست، نمیشه زورش کرد.
قانون شهر هم حقو بهش داده. صاحب حق قصاص بابا جون. چه حقی حاج آقا؟ زن بچه‌شو آواره کنه که چیه؟ پول دیگه بده قاتل بچه‌شو اعدام کنن. شما قصه زن و بچه رو میخوری یا فکر رفیقتی؟ به نفع خودش هم هست. به جای اعدام یه پولی میگیره خرج اون دخترش میکنه. این که ثوابش بیشتره. شما کی به اجتهاد رسیدی؟ ها؟ تشخیص این که ثواب کدوم بیشتره کار شما نیست. چرا کار من نیست؟ اینی که بچه 5 ساله میدونه ثواب این بیشتر از اونه. بله اینجوری یه نفر نجات پیدا میکنه، ولی یه جامعه یه از وجودش در عذابه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. میدونی اگه یه فرد مفسد معدوم بشه چه ثوابی در حق دیگران شده؟ مفسد کدوم حاج آقا؟ این رفیق ما خیلی هم بچه باحالیه. چه جوری مرتکب قتل شده؟ ها؟ جوون بوده 16 سالش بوده خرج شد. عاشق بوده نمیفهمیده. خواسته خودش هم بکشه. علی ای حال من باید نمازو به جا بیارم. اجالتا شما وضوتو بگی بیا نمازتو بکن. حاج آقا اگه دیر کنیم این خونه رو معامله میکنه همه چی تموم میشه. پول دیگه جور بشه این دیگه رضایت نمیده ها. میفرمایید چیکار کنم؟ اگه میشه الان بریم. سلام علیکم. علیکم السلام. جماعت منتظرم. نماز واجب تره یا نجات جون یه آدم؟ نماز. یه نفر میفرستم بیاردش اینجا. فردا بیا بونگا چه کاشه بگی اسناد و مدارکم بیار. سند منگوله دار با بونچا. خیرشو ببین. خداحافظ. چه روزه؟ نقد. قسمت بود. هم تو خونه بهتر از این پیدا نمی کردی، هم اون حالا تو این محله مشتری پیدا نمی کرد. خدا عمرت بده. میام بونگا خدمتتون. خدا حافظ. بینی بین الله حساب دعوا کردن نیست. دلم نمیخواد زن بچت آواره بشن. کی گفته آواره میشن؟ زنت راضی نیست. منم دلم نمیخواد یه عمرنالا نفرین زن بچت پشت سرم باشه. اگه از من کوچکترم میشنوی نکن با زن بچتی جوری. دل زن بچت رو نشکن. این از هر واجبتره به خدا. خیلی باید ببخشی. خدا حافظ. خدا ببخشه. یا الله یا الله. تمام شد. دست درد نکن. تو دیوونه ای. مارم دیوونه کردی. 2 ساله من با این بچه علی را بیفتم برم خونه مردم اجاره نشینی. اینقدر آدم کینه ای؟ مگه دونگی اینجا مال من نیست؟ نمیفروشم. اگه میخواستم بفروشم چند سال پیش فروخته بودم خرج بچه‌م میکردم. تو فکر بچت نیستی، فکر دونگتی. اگه به این چیزا فکر میکردم دست بچه‌مو نمیگرفتم بیام زن تو بشم. چرا رود نمیشه؟ بگو کلفت میخواستم تو رو آوردم. کم برات چون کندم؟ از روزی که پامو تو این خونه گذاشتم یه روی خوش بهم نشون دادی؟ یه بار دستت بهم خورد جز برای زدن؟ من دست بچه‌مو گرفتم آوردم توی خونه که در حقش پدری کنی.
در حق دخترت کم مادری کردم؟ چرا ول نمی کنی؟ زنت مرد، دخترت مرد، حالا خودتو بکش تا زنده بشن. سمیه مامان پاشو بریم. میخوای دسته بگیرم؟ دست درد نکنه، خونه داییش همینجاست، خودمون میریم دیگه. من نیومدم برای رضایت. فقط اومدم یه چیزی بگم و برم. من امروز ملاقات اکبر بودم. بهش گفتم شما کوتاه نمیره. اونم دیگه امیدی نداره رضایت بگیره. میدونه تا چند وقت دیگه اعدامش میکنه. فقط گفت یه چیزی هست بهتون بگم. گفت من پول نمیخوام. بی خود خونه زندگیتون رو نفروشید واسه پول دیه. گفت رضایت میده بدون دیه اعدامش کنه. خواهد یه کاری کنی زودتر اعدامش کنن راحت شد. آخرش هم گفت به ابوالقاسم بگو منو حلال کنه. بگو پول دیگه رو بیارم. من رضایت میدم. کرت هم واجدی بزرگی کردی.
شده؟ رضایت داد اکبر اعدام نکن. دروغ میگی. به خدا رضایت داد اکبر اعدام نمیشه. الله تو رو قرآن راست میگی؟ به خدا رضایت داد. رضایت داد. خدا رضایت داد. دیگه اکبر نمیکشه، آزاد میشه. خودش گفت رضایت میده. خدا رضایت داد. اونجا تو اینجا دویدن. باید به اکبرم خبر بدیم. کجا میری؟ اومدم فقط همینو بگم و برم. الو چرا امروز نیومدی؟ امروز سر کار نرفتم، گفتم میای حتما. همش پشت اون پنجره وایساده بودم. خوشم نمیاد. از من؟ نه از خودم. چرا؟ اکبر من فرستاد که واسهش رضایت بگیرم، نه اینکه بهش نامردی کنم. چه نامردی؟ ها؟ تو شوهر داری، درست نیست. من اهلش نیستم. تو شبا کجا میخوابی؟ هر جا بشه، تو پارک، ترمینال. نرو، بمون کارت دارم. برو این تو بخواب. اگه شوهرت اومد؟ من شوهر ندارم. همون یارو دکه داره، مگه بابای بچت نی؟ فقط بابای بچه‌مه. 1.5 سال طلاق گرفتم ازش. شما که با همین؟ با همین، اما همه چیمون سواست. این چیه دسته؟ تو فکر میکنی من چجوری تو این محله دارم زندگی میکنم؟ با همین چیزا دیگه. یه حلقه یه آدم عملی که همه فکر کنن شوهرمه. اینجا اگه سایه یه مرد رو سرت نباشه که شبی 100 نفر میان سراغت. برای چی طلاق گرفتی ازش؟ چون نمیتونستم هر وقت به خماری میافتاد خودمو بفروشم واسه پول موادش. الان کجاست؟ نترس، هر وقت میگیرنش زودتر از یه ماه آزاد نمیشه. بگی بخواب.
من یه زن تنهام با یه بچه. با مای 50 تومن پول کارگری اجاره خونه‌ام باید بدم. همه خرت و پرت و داراییمو بریزم رو هم به خدا به زور میشه 300 تومن. یه وامم بهم بدن رو هم میشه 700 بزن. من 700 تومن بذارم جلوی ابوالقاسم چی بگم به خاطر 700 تومن از خون دخترت بگذر؟ اگه داشتم به قرآن مزایده نمی‌کردم. پس واسه چی هی رفتین اومدین من انداختین به جون این پیرمرد که به زور ازش رضایت بگیرم؟ میخوایم با دکترای بیمارستانمون حرف بزنم. شاید ارزون‌تر بگیرم. عمل این کار حد دکتری نیست. دکترای درست حسابیش گفتن بعد از عمل ممکنه فلج بشه. چه برسه دکترای الکی. تو جای من میگی من چیکار؟ من چیکار کنم؟ نمیتونی زودتر بگی این پیرمرد تکلیفشو بدونه بره بگه اعدامش کنه. از وقتی گفته رضایت میدم نه خواب داره نه خوراک داره سکته میکنه. اون میوارم با خودت ببر نفهمه اومدی. من جور میکنم. از کجا؟ تو چی کار داری؟ حرف بزن ازم. یعنی میخوای به خاطر 3-4 تومن اعدامش کنن دیگه؟ یار بهت گفتم از چجوری مردای بدم میاد. بدت میاد که بدت بیاد. اصلا تو چی کاره منی واسه من روستگی میکنی؟ من باید بفهمم یا نه؟ من نمیخوام تو بری زندان. بابا به مرتضی علی من نمیرم زندان. من کارمو بلدم. به اندازه موها سرم کیف زدم تا حالا. کارتو بلدی یا از 18 سالم تا 7 سال زندون بودی دیگه؟ حالا میبینی بلدم یا نه؟ الا تو رو به قرآن نرو. بایستا. به خاطر من. دایی فرض کن پولم داشتم میدادم. میخوای آفتاب خرج لعیم کنی؟ اگه یادت نیست 4 سال پیش زندگی رو فروختی دادی عملش کردن چی شد؟ توفیری کرد؟ خدای نکرده عملش کردن و فلج شد. چه خاکی به سرت میکنی؟ تا آخر عمر نیتی که گوش میفته رو دسته. اون ابوالقاسم خر مقدس که عقل نداره. تو به فکرش باش. والا چند روزه میخوام بیام بهتون یه چیزی بگم روم نمیشه. چی دایی؟ یه پسر است هم که گفتم میره میاد واسه رضایت. بچه ساده ایه. گفتم حالا که پول ندارن. بچه سالمیه؟ با عرضه است معلومه. خودش با آبادی زد تا بالاخره ابوالقاسم مجبور کرد که بگه رضایت میدم. خیلی هم خوبه. دختر تو پاهاش علیله مغزش که معیوب نیم. بده بهش سرش گرم زندگیشه. ظلم بهش نباشه پسره. چه ظلمی؟ ظلم به تو شده که خدا یه بچه علیل بهت داده یه شوهر نفر. اگه دختر تو رو نمیخوام برم پول دیگه رو تمام تموم بدن تا پسره اعدام نشه. 10 تومن. چرا به خودش نمیگی؟ درست نیست من بهش بگم. نمیخوام چند سال دیگه بگی دخترشونو به زور به من دادن. تو خواهری کن براش بفرستش خواستگاری. اصلا از زبون خودت بگو یه دختر خوب برات پیدا کردن. آروم آروم مهرونو بنده تو دلش. شما زنه که دیگه بلدین. انشالله عقدشونو که خوندن بعدش ابوالقاسم بریم دادگاه. رضایت بده داداش تو هم بیاد بیرون.
اینا اینجا چیکار داشتن؟ همون حرفای همیشگی. و چرا گریه کردی؟ پول میخوام. اینو که گفته بودن اینجا آمدن نداشت. همه پول دیگران میخوان، نه 3-4 تومنش. گو خوردن، خودشون گفتن 3-4 تومن. چه فرقی میکنه وقتی من ندارم بدم، چه 3-4 تومن چه 10 تومن. گفتی ندارم؟ آره. فایده نداره، اینا دنبال بهونن اکبر رو اعدام کنن. دارن میزنن زیر همه چی. بگی دست درد نکنه. کجا؟ هر صدر باید پاش وایسن. وایسا تو دیگه نرو، من خودم میرم راضیشون میکنم. تو بیا برو. واسه چی میترسی ازشون؟ الا کسی اینجاست؟ الو. بده من بده من. برو یه ذره به سر وضعت برس، اون رو سری رنگیه منم سرت کن. زود بیا تو. چرا نمیخوری؟ بفرما. میخوای برات پوست بگیرم؟ نه نمیخوام. میخورم خودم. فیروزه خانم گفت بیا اینجا. آره. دختر خوبیه. خیرتو میخواد. چند دفعه راجع به تو یواشکی با من حرف زده. گفتم تا قسمت چی باشه. بفرمایید تو رو خدا، قابلی نداره. مامان پس قندونت کو؟ هر وقت یکی میاد براش دست پاچه میشه. من خودم میارم. مامان جون تعارف کن. سلام. چیه؟ مهمونه. همون پسره که واسه رضایت میاد و میره. چی کار داره اینجا؟ خیره. بیا تا بهت بگم. بیا این ور تا بهت بگم. فیروزه بفهمین خواهش میکنم با تو هم فیروزه بفهمین عزیزتونم آقای عزیز آقای عزیز بفهمین خواهش میکنم فیروزه
باز چی در میری از من؟ دیرمه. چی کارم داری؟ من چی کار کنم؟ چیو؟ شرطیو که اینا گذاشتن. من چی بگم؟ بگم به خاطر داداش من برو باش عروسی کن. من خرم، اگه تو بگی میرم. من چیکار کنم فیروزه؟ دختر خوبیه. مگه تو بدی؟ من یه بچه دارم 3-4 سال از تو بزرگترم. به درد تو نمیخورم. چطور تا چند وقت پیش به دردم میخوردی؟ من کی گفتم به درد تو میخورم؟ فکر نکنی 1-2 روزه یه خورده تحویلت گرفتم عاشقت بودم. چون دیدم واسه اکبر داری خودتو با آب و آتیش میزنی بهت محبت میکردم. دروغ میگی. داری دروغ میگی. تو واسه خاطر داداشت میخوای منو مجبور کنی برم اون دختره رو بگیرم. نرو، دلت نمیخواد نرو. تو برای چی باید به خاطر اکبر فدا بشی؟ من فقط میگم به امید من نشین. وایسا کارت دارم. دیرمه. شهر زیبا، شهر زیبا، شهر زیبا، شهر زیبا. کجای شهر زیبا؟ قانون کجاست؟ زندان اصلاح تربیت. مددجو امینیان، مددجو امینیان، مددجو امینیان. قاپını bağla Cabiyana. Cabiyana. خب خودت باید تصمیم بگیری. نمیتونم. خاطر همین اومدم پیش شما. خواهرش هم تو رو دوست داره؟ خیلی. میتونی فراموشش کنی؟ نه. خب پس برو باهاش عروسی کن دیگه. اکبر چی؟ تو میدونی اکبر واسه چی اون دختر رو کشت؟ دوستش داشت. آدم وقتی که کسی رو دوست داره مگه میتونه بکشه؟ نمیخواست بدنش به یکی. تو اگه جای اکبر بودی چی کار میکردی؟ تو هم دختره رو میکشتی؟ فراموشش میکردم. پس آدمی که عاشق یه نفره میتونه فراموش کنه. میتونه؟ اگه میشه تو هم خواهر اکبر رو فراموش کن. نه نمیشه. شاهین یادته تو؟ آره. میدونی چرا قتل کرده بود که؟ پول طلبکار مادرشو نداشتن بدن، مجبور شدن یارو طلبکاره رو بکشه. آره. شاهین بابا نداشت، عاشق مادرش بود. نمیخواست مادرش به خاطر بدهی سنگین چند سال بیفته تو زندون. طاقتشو نداشت. طلبکاره رو کشت که مادرش از دست نده. تو میگی کار خوبی کرد؟ نه. تو اگه جاش بودی چیکار میکردی؟ طلبکاره رو میکشتی یا مادرتو فراموش میکردی؟ مادرمو فراموش میکردم. پس میشه کسی رو که عاشقشی فراموش کرد؟ نه نمیشه. من نمیتونم. آدم راجع به بقیه خیلی راحت میتونه بگه فراموشش کن. قاضیایی هم که حکم اعدام اکبر و شاهین و این برای بچه‌ها رو دادن همین فکر رو میکردن. من چیکار کنم آقای غفوری؟ من اگه جای تو بودم خواهر اکبر رو فراموش میکردم. اما ممکنه یه روزی عاشق بشم خودم هم نتونم فراموش کنم. حتی به قیمت مرگ یه آدم دیگه باشه. تو برو پیش بچه‌ها. فکراتو بکن. من اینجا.
این پسره بیاد دختر تو رو بگیره، هم خودشو بدبخت کرده هم دختر شما رو. این بچه رو من میشناسم. این شرطی که گذاشتین نه به نفع شماست نه به نفع اون. 2 سال شد دیگه، در بیار این پیرم مشکی رو. بازش نکن. چرا آخه؟ من رضایت نمیدم. من تا رضایت نگیرم از این خونه پا بیرون نمیذارم. بابا ولم کنید برید. چقدر آتیش میزدی به این جونم؟ مردم. بیا از جلو در این ور.